نیده بودی اصلا؟ نیده بودی از اینا؟ دیده بودم اسمشو نمیدونم. پلی استیشن 0. اینجوری نیست. ها کن اینجوری ها کن. صبر کن. صبر کن یه دقیقه. جوون مردم، جوون رشید مردم، دوستانی که تو خونه اید به این تصویر خوب نگاه کنید. چجوری باید آینه عبرت، آینه عبرت رو داره میبینی. یه پسر نوجوان و خوب که بسیار موفق تو کارش و یه جوونی که به راه بد هدایت شده، متاسفانه درگیر موادی شده که نباید میشده و عاقبتش به اینجا رسید. دیدی ترکوندمش. درود. این برنامه ما برای شما آماده کردیم تا این بلای خانمانسوز از این کشور دور و دورتر بشه. ممنونم. به جوانان خود راه راست را بیاموزید. نمیدونی بده من، نمیدونی، من میدونم چیه. ببین این اسمش نوار ویدئوه. خب اون موقع اینجوری بود. این فیلم چیز هم هست، خشم اژدها. خشم اژدها بروسلی خشم اژدهای بروسلی هم هست. اینا ناکن روش نوشته خشم اژدها بروسلی. آره اینا نوارا این شکلی بود که اینا رو ما میگرفتیم اجاره میکردیم. بعد آره هم دستگاه ویدئو رو اجاره میکردیم، همین اجاره میکردیم. خشم اژدها اینو میذاشیم تو ویدئو. این شکلی بود. اول نوار کوچیک بود، بعد نوار بزرگ اومد. رایان 6 صبح با هم میرفتیم دم این ویدیو کلوپا، شناسنامه میذاشتیم که بهمون ویدیو به جان خودم. آره شناسنامه میذاشتیم بهمون یه دونه فیلم میدادن. هر کی زودتر میرسید مثلا فیلم جدیده و فیلم بهتره رو اون میگرفت. وگرنه اگر نمیرسیدیم مثلا فقط یه دونه خشم اژدها مونده بود. یه دونه از هر فیلمی بود. یه دونه بود کلا یا یه دونه شب 100 بار میدیدیم. بعد آره دیگه مثلا میرسیدی مثلا دیر میرسیدی خشم اژدها رو همین دیدیم فقط این مونده بود. مجبور بودی همینو بگیری. میبردی مثلا 300 بار خشم اژدها میدیدیم ما.